سلام، چطورین؟ خوبین؟ من ایتیف هستم. آقا یه ویدیو من شورت ویدیو گذاشته بودم، گفتم باید ویدیو نگاه کنی. آقا ویدیو رو تا آخر نگاه کنی چون یه پسوردی رو بزنم براتون، چون فایل یه کلا خودش پسورد داره، اگه پسورد نزنی نمیاره بالا. پس تا آخر ویدیو من باشید. لیتس گو. بزنیم. بله اینجا همچنان بالاست. بینیم بالا. آجی من آدیون گذاشتم. واو بله آجی من پینگم بالا و یه بازی اینطوری نیست. من پینگم بالا. خب آقا یه گیم پلی بزنیم. بله اشاره هم برای این گیم پلی من بهتون میگم چطور باید فایل وارد کنید، چطور دانلودش کنید و پسورد چطور باید بزنید. اینا من همه اینا آموزشایی میذارم براتون. آره بچه اصلا بن بلک لیست بن اسکو هیچ نداره، کاملا خودم تضمین میکنم. بله آره هیچی نداره، راحت بگی بازی تو کنی. اصلا ببین لازم نیست بریم چی کنیم، اصلا اکانت بخرید. خودم فایل میذارم، همه چی میذارم برات، خاطر نرو اکانت بخرید. یه فایل بزن عشق مهم بازیه. آجی من نه با تاتسوها بازی میکنم، همون کارکتر سرعتیه. من میزنم سر اوریون، فکر میکنم سمت کارکتر گذاشتم. داداش فشار چیه؟ من اصلا فشار نمیخورم. داداش تو پنلیه، سنست خوبه. آره عشقای خودم، چون تایم ویدیو زیاد نشه من این ویدیو سایزی زیاد میکنم که شما دیگه اذیت نشین. من خودم ببین من زیاد ویدیو چی میکنم که دیگه عشقای خودم رقم اول رم 2 هستش، یادتون باشه رقم اول رم 2 هستش. بابا آقا بریم، من اگه پینگم بیا پایین من یه دهنه سرویس میکنم. عشقای خودم راستی 70 تایمون مبارک. مرسی که منو حمایت کردین. آجی من رفتم گوشی خریدم، یه پی سی بخرم. عشقای خودم رقم دوم رم 3 هستش. عشقای خودم من یه ویدیوی میگم لطفا فقط منو سابسکرایب کنین، لایک بذارین، واقعا من اذیت میشم بخاطر این ویدیو. داداش میگم داداشای گل این فایل بود تا کارکتر فکر کنم مارو میاد. الان بهتون میگم صرف من اینو بزنم.
اگر هلی زدم من لایک کنم. رقم سوم رمز رو این دست تمامش میکنم. بدم میخواد بابا آقا عشقای خودم. آقا رقم سوم رمز ما میشه 4. آره خب فایل ستم روی کاراکتره. آره گفتم روی کاراکتر ما رو میاد. خب عشقای خودم اولین کاری که باید بکنیم بیاین داخل این بخش فایل داخل همین ستا. ببین اینو باید دانلود کنیم. خود ستا کاراکتر رو باید دانلود کنیم. بعد آقا این فایلایی که من میذارم 5-6 تن. آره 5-6 تن. ببین آقا اگر این ویدیو 20 لایک بگیره، چون میدونم واقعا من سابسکرایبم کم میگم لایک بگیره، اگر 20 لایک بگیره 3 تا بعدی میذارم برای عشقای خودم. خب آقا بریم آموزش رو بذاریم. عشقای خودم ابتدا وارد برنامه زراعت‌شویر میشیم و فایل آره این فایل بود میزنیم روی این گزینه اول از نوشته پیری فایر اینو میزنیم. آقا یه فایل میاره میزنیم روش میشه میاره پایین میزنی کپی. وقتی زد کپی این بالا میزنی روش زده حافظه تلفن میزنیم. میای داخل بخش اندروید میزنی داخل فایل دیتا. اینجا میای فری فایر پیدا میکنی. آقا این فایل رو فری فایر معمولی یا مثلا فری فایر مک کلا میاره برای همه اندروید هم قابل اجراست و میزنی روش. آقا اینجا کپی رو میزنی. اینجا گزینه پذیرش برای تمام فایل ها رو میزنیم و میزنی جایگزین. و من یه رمز آوردی 3 رقم داخل ویدیویی که گفته بودم اونو میای اینجا وارد میکنی. اینو که وارد کردی خب بذار من رمز رو بزنم. وقتی اینو وارد کردی اینو میزنی و فایل کپی میشه. عشق بزن این مرحله رو دوبار تکرار کنید چون مثلا دفعه اول که میزنی فایل اجرا نمیشه. دوبار این کارو که گفتم انجام بدی فایل براتون اجرا میشه. اگه اجرا نشد از فری فایر 2-3 بار برین داخل فری فایر دوباره بیاین بیرون 2-3 بار این کارو انجام که بدین فایل میاد چون یه باگی داره. خب عشقای خودم ممنونم که تا ویدیو اینجا نگاه کردین و عشقای خودم داخل چنل تلگرام ما که الان میذارمش لطفا همین عضو بشین چون من اونجا من داخل چنل تلگرام خودم پنل میذارم، آنتن میذارم، فایل میذارم، این همه چی میذارم. لطفا عضو بشین. عشق منی. الان چنل تلگرام بهتون نشون میدم که عضو بشین. عشقای خودم این چنل من هستش و آره دیگه فقط کافیه عضو بشین چون من اینجا فایل میذارم و دیگه همین یه عضو بشو فایل میذارم براتون. آقا مرسی تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین و لایک و سابسکرایب یادتون نره. عشق منی. فعلا